سلام، خوب هستین؟ مثلا ما میخوایم متراژ زمین 6 در 11 همون را بکشیم. لاین را انتخاب میکنیم و یک خط صاف میکشیم و کلید صفحه را فعال میکنیم و عدد 6 را قرار میدهیم. زاویه سر روی 0 درجه قرار میدهیم. مثلا مینویسیم 6. اینتر را کلیک میکنیم و خط ما در میاد و به سمت پایین یا بالا میکشیم و طول زمین ما 11 و در زاویه 90 درجه باید باشه. اگر زمینمون قائم باشه زاویهش یا 30 درجه باشه بعد فرق داره. 30 درجه زاویه 30 درجه را میکشیم و عدد 11 را تایپ میکنیم و اینتر را کلیک میکنیم و خط زمینمان را میکشیم و بعد همینطور عدد 6 را کلیک میکنیم. داخل زاویه 180 درجه الان باید باشه چون روی خط صافه. اینتر را کلیک میکنیم. بعد دیگه خون راحت بود، 6 بود، اینم دیگه دقیق باید 11 باشه. الان می نویسیم برای کم زیاد، ایرادی نداره. اینتر را کلیک میکنیم و مساحت زمین تحویل ما داده میشه و بعد متراژ مغازه و غیره را داخلش در میاریم و اگه قرار بود مسکونی بشه راهرو ایجاد میکنیم و راپله را در این قسمت در این ناحیه قرار میدهیم.